اگر طالب علم امکانی کتاب خریدن داشته باشد با نسخ کتاب مشغول نشود. گفتم نسخ کتاب یعنی روی بردار کردن کتاب. شما میدانید که در زمانهای قدیم مطبعه ها نبود، چاپخانه ها نبود. درست است که اولین مطبعه ها در چین سالهای 868 میلادی اختراع شده است. مطبعه ها در هر کشور در تاریخ های گوناگون پیدا شده است. مثلا در ونگریه سال 1473 میلادی، در روسیه سال 1564، در لبنان یعنی از کشورهای عرب سال 1610، در انگلیه 1875، در صنعای یمن 1877 عثمانی ها تأسیس دادند در خلافت عثمانی ها. و اینچنین در سال 1883 میلادی در مکه مکرمه پیدا شد. لیکن در آن وقت اون چاپخانه ها می شود گفت یک چاپخانه های خاص بود. از آن حکومت را چاپ میکرد، کتاب های مخصوص را چاپ میکرد. به طریق عام هر کتاب به تب نمی رسید. به شکلی وسیع در دیار مسلمان ها خاصتا در مکه و مدینه در سالهای 1950 یعنی حالی 100 سال نشده است که کتاب ها به این طریق به چاپ رسیده است. حالا انشاءالله ما برای شما در بعضی نوارها داخل کتاب ها را از نزدیک نشان میدیم. چه خیلی یک کتاب های زیبا در زمانه های قدیم. انا ببینید مصنف چی میگن؟ مادامی که پول داشته باشد کتابی تیار خرد و به نسخ کتاب مشغول نشود. میگن نسخ کتاب، یک کتاب از یک آدم اعاره میگیرید که به یک شب یا 2 شب یا به یک هفته به من عاریه ده. سپس اون کتاب روی بردار میکنید. وقتی که روی بردار کرده شدید باز باید مقابله کردن لازم است. مقابله یعنی چی؟ مقابله این که یک آدم کتابی روی بردار شده را به دست میگیرد، یک آدم کتاب اصل را قرائت کرده می شود، دیده می شود که آیا درست روی بردار کرده است یا نه. برای آنکه در کتاب تدریب الراوی آوردن که بعضی از علما گفتن که اگر کتاب روی بردار کرده شود و سپس مقابله نشود، یعنی مقابله سنجیدن که درست روی بردار کرده است یا نادرست، اگر روی بردار کرده شود و مقابله نشود یعنی سنجش صورت نگیرد، خلاصه گفتند که اگر مقابله نشود سپس از همین کتابی روی بردار شده یک کسی دیگر روی بردار کند و هم مقابله نکند خرج اعجمی. البته سیوم کتاب عربی نی بلکه عجمی می برایت گفتن. برای اون که واقعا انسان یک عریضه اگر روی بردار کنید چند خطاگی میکنید، چند کلمه ها رو میپرتاید، چند کلمه ها رو دوباره می نویسید. و در زمانهای قدیم نسخ ها رو اگر مخطوطات رو بینید، کتاب های دستنویس اگر بینید، تا دیروز علما از دستنویس میخوندن. از دستنویس خواندن مشکل است. کتاب ها مثلا می نویسید یک کلمه را اگر خطأ آدم 2 مراتب بنویسه منوشید یک تش خط میزند، یا اگر یک کلمه فراموش کرده گذشته برفته باشد بعد از اون کلمه بین 2 کلمه جایگیر میکند. البته کتاب بیزیب میشه، اما این در امروزه کامپیوترها شروع جای کردن ممکن اگر خطاگی شود اصلاحش خوب است. حاجت خط زدن و ورق را افلاس کردن نیست. ما در زمان نعمت زندگی داریم. بنابراین ابن جماعه رحمت الله علیه گفته ایستادیان که اگر طالب علم به خریدن امکانیت داشته باشد وقت خود را در نسخ کتاب صرف نکند، چون که نسخ وقت میگیرد.
برای نسخ مخصوص آدم ها بود در زمانه های قدیم. وظیفه‌شان نسخ کتاب بود، یعنی روی بردار کردن کتاب بود. یعنی اجاره میگیرید، میگید که این کتاب به چند سوم روی بردار کرده میدهی، این ورقهای نو یا که دفتری نو یا کتابی نو از این به من روی بردار کرده ته. اون ورقها رو میبیند، میگوید که مثلا من اینه به 100 سوم یا 200 سوم روی بردار کرده میدهم. همین خیل عهد میبندید و یعنی کتابی تیار رو میخرید. طالب علم اگر پول داشته باشد، بنابراین برای طالب علم ها برای خریدن کتاب بسیار یا برای دیگر حاجت خودشان برای دریافت طلب علم مبلغ لازم میشد. اگر رفتو به دنیا مشغول شوند از علم محروم میشن. اگر رفتو به علم مشغول شوند همه چیز رو ندارند برای اینکه پول ندارند. خلاصه به یک مشقت در این راه صبر میکند طالب علم تا اینکه مکافات عظیم به دست آورد. خب ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه. یعنی خلاصه گفتن که خودش به نسخ کتاب ها مشغول نکنند مگر اگر پول نیاورد دیگه مجبور است که کتابی ضروری رو روی بردار کند. او اجرت استنساخ یا اقلا کتابی تیار به خریدن مبلغ نداشته باشد، اجاره نسخه بردار ارزانتر است نسبت کتابی تیار.